چی که امروز وضعیت امروزی عموما ما جهان را اگر پیش نظر آوریم باز میگویم که مسئله جلب جوانان به این یا آن حرکت ها این نه تنها مسئله فقط تاجیکستان است. قریب که در تمام امروز در تمام دولت ها چنین گروه ها موجودند و موجود بودن چنین گروه ها من شخصا طرفدار اون نیستم که با همچون با بیکاری همچون با تنها با بیکاری نبودن مواد زندگی شرح داده شود. مسئله مبارزه بر ضد تروریسم، مسئله تروریسم امروز یکی از مسائل بسیار هم ضروری در مناسبت های بین دولت ها می باشد و اون چیزی که امروز در تاجیکستان هست این قریب در تمام دولت ها دیده می شود، در تمام دولت ها دیده می شود و یک به نظر باید بیاریم که آیا حرکت های ضد دولتی، حرکت های تروریستی مگر فقط در خود تاجیکستان است؟ البته نه ما باید که این را درست درک کنیم. این حالت ها در تمام دولت ها، چه دولت های پیش قدم چه دولت های از جهت اقتصادی پیشرفته هم وجود دارد و من فکر میکنم که آید این مسئله باید که پیش از همه محیط ضد تروریستی یکی در امروز جهان را پخش کرده است باید که تغییر یابد. یعنی چگونه است؟ باید که تمام دولت هایی که تمام جامعه جهانی باید امروز تمام حرکت جامعه جهانی با آن پیش از ما روانه کرده شود که تا که این علامت ها تا اینکه این زمینه تروریسم از بین رود.